این 100 درهم پول امارات هستش، حقوق روزانه یک کارگر در این کشور. یعنی به طور متوسط یک کارگر 100 درهم حقوقشه. حالا از این کمتر داریم، از این بیشتر هم داریم. توی فروشگاه مواد غذایی هستیم، توی دبی میخوایم ببینیم با حقوق روزانه یک کارگر که 100 درهم هستش چه چیزایی میشه خرید. اول از همه یه بسته رون مرغ برمیداریم 14.45 درهم. نیم کیلو گوشت چرخ کرده برداشتیم 11.5 درهم، 12 درهم. نیم کیلو هم گوجه برداشتیم 2.5 درهم. نیم کیلو هم سیب زمینی برداشتیم شد 3 درهم. نیم کیلو هم پیاز برداشتم 1.5 درهم. یه بسته هم خیار برمیداریم 4.5 درهم. یه بسته 200 گرمی کالباس هم برمیداریم 4.5 درهم. یه بسته هم تخم مرغ 6 تایی برداشتیم قیمتش 5 درهم. یه دونه هم شیر برمیداریم 1 لیتری 6 درهم. یه دونه هم پنیر برمیداریم 4 درهم. یه دونه هم ماست برمیداریم 3 درهم. یه دونه هم روغن برمیداریم 9 درهم. یه بسته ماکارونی برمیدارم 5 درهم. نیم کیلو هم موز برداشتیم شد 3 درهم، کیلویی 6 درهم. یه دونه هم نوشابه برمیداریم 6 درهم. یه دونه هم دستمال کاغذی برداشتیم 2 درهم. 1 کیلو هم برنج باسماتی برمیداریم 13 درهم. یه دونه هم کره کوچیک برمیداریم 3.5 درهم. یه دونه هم نون باگت برمیداریم 1.5 درهم. اینا رو گرفتم کامل، خودتون ببینید دیگه. بله دوستان عزیز، اینم تمام مسائلی که با حقوق روزانه یک کارگر انجام دادیم 100 درهم. حالا شما تو هر کشوری زندگی میکنی با حقوق روزانه یک کارگر ببین چه چیزایی میتونی بخری. مخلصم، واقعا عالی بود، عالی.